ها همسایه تینجه بالای کرش برام دسی ترسوندیم ای بچه ای خوکت تینجه من از خونه اومدم ینگه سرم کدای خونه ختم اکا مست اومدی چی ینگم سرت کدای خونه نه ینگان ماست اومد مرای خونه سر کرد اگر به شما بلیت سمالیات در کار باشه مرحمت با واتساپ اویاکاسه شهنازه زنگ بزنین در 5 دقیقه انا با صفت بلندی کاری به شما بلیت میتین با نرخ ارزان عینای مسافدی بابیتون گپ زنین کو با اسکیت کم داره استفاده ببرین خوش عبدالله السلام علیکم محترم رئیس و علیکم السلام راستی گپ وقتی که شما به من دعوتنامه فرستادید گرفتم شنیدم شما وارد دویده اومدم محترم رئیس یک لایحه‌ای که شما گفتید من تیار کردم عبدالله گوش کنید سراسه من نشوید حوزه همه آیان سانی موضوع وای میکنیم حکیمه میکنیم رئیس جان اره این که خارید کمتر وای علی خودم هست یک چای یا کافه می نوشید رئیس من با خودم قند سفید ندارم نه همش اینجا هست رئیس این توگمچه پخش کردید و دهان خودتان که آواز برو ورسدید خودش میفهمد حاضر می در آید تکنولوژیا کام خیر السلام علیکم مردک جان نستم با 2 نفر اومدگی در آید نی؟ ها در آید من گفته که بودم 2 نفر می آید سانی گوش کن همون چای الیانت فراموش نشود چای چی خیل؟ چای گر بوای خانگی باری نشود جوش آمدگی باشد محترم رئیس میبخشید مردک جان گفتم میکاتبه خیلی زنک جان نمیبید مردک جان میگه میفهمیده زوجاتو همون کاتبه که پیش از اینجا به کار میکرد و از کار رفت هم با که کفته نگشتم و هم خاننگی خودم گرفته آمدم مرحمت دارید سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم شنید اول شما شنید من شتگی شنید اول شما شنید و من شتگیم هم خستگیم هم هر دوش یخی من شتگی شنیده همین چی میشود که شفیارتون بیرون به شما انتظار میشدن این که شفیار نیده این که مهندس نشاد قادرویچ از ماهی یادان طبق لایحه باید که صرف زیاد نداشته باشه متریالی زیاد خرج نشود برای همین اکونوم کم مصرف اما با فکری ماهی شما رئیس امروز گرفته جنبست خواهند کرد خب رئیس ممکنه اولین شده ما فکر نگیم اولین شده گفت زنید فکر کنه شما دوستانی عزیز حاضرین گرامی طبق لایحه‌ای که به من دستخط شد آیدی گذراندن تروبه گاز از دهه قرشکن به ناحیه اشت که زیر بحر آب انبار میگذرد من چنین خلاصه آوردم خوش برای آنکه صرف کمتر شود متریال خرج کرده نشود بسیار ما کار رئیس از 2 طرف سر میکنیم هم از ناحیه اشت و هم از قرشکن زیر آب کتی رفته هم میگیریم خیلی آمده هم میگیریم تروبه آورده هم میگیریم فقط یک مشکلی های رئیس محترم رئیس بین به مثلا 2 تروبه رئیس همین راست آمده نمیتوند چون که زیر آب خودتان میفهمید چقدری برای همین اگر بین همین تروبه ها ممکن است که 80 میلیمتر فرقیت پیدا شود یعنی که 80 میلیمتر لیکن ما متخصصای داریم که همون 80 کم برطرف کرده هر دوشه انا همین خود نوک به نوک پیوست کرده گذرانده میتونیم این از دستی متخصصانی ما میآید برآمد من همین فکر شما بود یعنی بله من فکر شما فهمیدم بسیار ناز فکر ناز خیلی دیده میبریم 80 میلیمتر گفته دیده میبریم خوش که باشد فکری مهندسی ختمه رو گوش میکنیم
محترم رئیس ما درست گپ برای دور اومده نه که یک فکر زور خدی اومده دیگه یک فکر زور خدی اومده چون که مهندس ما برادری ما گاو زدن که ای دو طرف تروبه را میاریم در چقرگی بار در تاریکی این برادری ما اگر 8 میلیمتر اگر فرق کنه ای ما 1 سانتی محترم رئیس فرق میکنه اونجا چقوری که های تاریکی که های تاریکی میشه که همین ما با اویستا هر تاشا چسبونیم یعنی که نوک بنام میچسبونم بله خوش فکری مهندسی خوجنده را گوش کردیم فکری مهندسی خطرانی سازی بوریش هم گوش کردیم انکو با من همون فکری مهندسی یوانی شفاور که یک گوش کنیم دلشاد قادریویچ لبر یک فکری شما را گوش کنیم گفتیم فکری من همه که رئیس جان میخوام در تمام دنیا صلح باشم صلح چی نفهم فکر شما آیدی لایحه توربوپروود آیدی توربوپروود عذر برای توربو گفتم راستی گپ رئیس جان ما همیشه تا سحر فکر کردم میدونی چیکار کردم رئیس جان ای دو طرف یا تا ای طرفی اشت یا تا ای طرفی دشت ای دو طرف قرش کن ای دو طرف توربو خوب میکنیم ای دو طرف توربو رو میاندازیم تگی بار تگی بار ختم میدونی که تاریک در روز چندین موهی ها است موهی های کلام و چیکار کردن در کو رئیس موهی رو پرسیدن نکن اجازت گرفتن نکن ای هر یک موهی بله در حالتی که دو توربو رو میاریم رئیس جان تک تاریکو بین همیا ممکن است که 40 متر فرقیت کند رئیس جان قادرزاده لبای رئیس آخر شما گفته استادید که 40 متر فرقیت میکند گفته مادامی که 40 متر فرقیت کند و شما باید دو تا توربه را چخیل پیوست میکنید رئیس جان او پیوست کردن چی در کار دو توربه میگذارونیم چی؟ ایمینوف یکم کس آمدگی ایمینوف معلم جون من اومدگی اینجا جای مجلسی پدر و مادران تو چی اومدی؟ ایمینوف تو خودت کو صنفی 9 میخونی همین مکتب با تو چی میبینی پدر و مادرت کجاشون کنی؟ معلم جون پدرم رسیده مادرم بیمار در خونه خوبه ایمینوف تو خودت یک بچه شوخترینی مکتب توی کی مجلسی پدر و مادر آمدن با از پشتی اوکاد یا دادت یا مادرت آمدن شکار معلم جون آینه و صنف 8 ب کی شکست کی شکست ما شکست معلم جون ما نمیزنیم معلم جون با جای اتاق اومدگی معلم ما فهمیدم بخشید خودت تو اول اپ کن بعد گرم میزنی معلم جون دیگه تکرار نمیشه معلم جون منو ببخشید دیدیتم من چقدر آرامانه فهموندم بچه بابای میرگم لبای بچم نخیزید ما سین سال شما حرمت میکنیم نخیزید این صنف نه فرزند شما نه نبیری شما هیچ که نمیخوند شما چی به این مجلس با آمدید شما قراولی مکتب یا روزی گذشته کمیته زنها مجلس کرد همونجا هم شما هستید از وای روزی پیش در مکتب مسابقه چوگان بازی گذشت همونجا هم در اومده گل زدید شما قراول شما حق ندارید لبی دروازه بایستید شما چیکار میکنید اینجا آخی بچم من میگم بر وقت رک شما بروین من سویت صنف بکشم درش محکم کنم